اوکی سلام بچه ها. اوکی ریکوردیم. سلام بچه ها، خوبین؟ چیکار میکنین؟ امروز با یه ویدیو دیگه بعد از ماها بالاخره با یه ویدیو دیگه اومدم دیگه. زیلات هم خریدم، درست بهتون نگفتم توی این قسمت. اینا زیلات هم خریدم، گرنم قدسی سفیدی که نمیاره ماشاءالله، همه چی گردش آخر بهم داد. اوکی امروز اومدم براتون یه اتچمنت امیکسان مامامیا بذارم. اتچمنتش ببین بد نیست، به خاطر این اتچمنت یه همچی گانه پرتی میدم، به خاطر اینکه خب این گان الان باف شده این سیزن و بله همونطور که میبینین اینجا باف دمیج دستش بیشتر شده، جفت دستا حالا سمت بازو دمیج یکم بیشتر میده. حالا یکم کلا امیکسان هم گان خوبی، من قبلا تو بتل میزنم خیلی گان خوبی بود. الان قراره که اوکی با این نفر میخوام بریم دوئل دیگه، میخوام تستش کنم و ببینیم که اوضاع از چه قراره. لحظه واسین من این رومو تنظیم کنم. اوکی آها اوکی اتچمنت امیکسان هم آخر ویدیو بهتون میدم و بزن بریم. کسایی هم که این کسی که من دارم باش دوئل میزنم نمیشناسن، این یه یوتیوبر دیگه است و اسمش هم مستر سامه. حالا من بعدا چیز میذارم توی دیسکریپشن ویدیو، اسم چنلش رو میذارم، اگه خواستین برین حمایت کنین. نکنین بچه ها اینقدر الان دو تا تیر به طرف دادم، دشپیش نصف شد. نگاه کن اینقدر پیتون، یعنی پیتون میشه بابا، اینقدر دمیج خوبی داره و فایرتش هم که تقریبا به فنکوینا میرسه. خلاصه که گان خوبیه. حالا دیگه باف شده سیمان هم اتچمنتش رو بذارم. اتچمنت های دقیقان برتر البته 9 تاشون که یکیشان بعدا میذارم ویدیوشو، فکرم یا همین امروز میذارم ویدیوشو میذارم. من حالا هنوز رنک اپ لژند نکردم ولی خب فعلا دارم میرسم به لژند و دیگه خلاصه گانه خوبیه. من سیزن پیشم تقریبا از این استفاده کردم، همشه داشت ما نمیره. من کشت باش. مکتن هم گانه جالبیه، یکمی فایریتش هم خیلی خوبه. خب قبلا که بافو قدیمی یادتانه، قبلا که بافو خیلی گانه خوبی بود دیگه. نار این داشت ما ماشالله. این استراتژی وقت از قبل که میاد تیر میزنیم، من آخه با این بازی اینو میدونم، اما چند بار تا حالا باش دوست دارم، میدونم کجا قرار بیاد چیکار قرار بکنم و الان اونم تشخیص میده بعضی وقتا برای من مکتینش. که حالا فکر نکنم اتچمنت جالبی داشته باشه. خلاصه مکتین یه گانیه که بدون اتچمنت جالب من خیلی خوب میزنم. الان گانی فایرکس بالا و SMG های اینجوری هم بگذاریم. حالا بخوایم بچه الان این 2 بار من اسپان ترپش کردم اگه یه جا. این مغز بازی هم اینا همه این بالای اون چیزه. این هیپ فایرش هم خوبه، بانه SMG ها کلن خوب. چه لاپا کشیده داشتن 25 تیر کلن لاپاش. خب هانه حالا چگانیه اونم این SMG هم که شانسی، حالا از رنج دور زیاد شانس خوبی نه این بریزنم، ولی خب از کل SMG ها رنج دور هم میشه زدن. مثلا یوزی که الان آمده میشه از رنج دور هم، ولی خب دیگه SMG های دیگه که مثلا یه همچی SMG هایی که نمیشه از رنج دور باشون زدن، من میگم SMG های استاندارد. چون SMG یعنی اینکه ساب ماشین گان، یعنی اینکه گانی که از رنج نزدیک خیلی خوب میتونه بزنه، دمیج نسبتا خوب میشه. ولی خب وقتی که یه SMG بیاد از رنج دور بزنه، خب خیلی غیر عادیه، به خاطر اینکه SMG دیگه با از رنج نزدیک بزنه. فیزیک گانا کلا اینجوری طراحی شدن، گانای کوچیکی ان حالا برای رنجای نزدیک. چرا اسکوپ انداخته رو CR مکس لژند 100
بزن. خلاصه که بعضی توی رنجای نزدیک اسات رایفل خیلی خوب نمیتونه بزنه در مقابل SMG، ولی خب توی رنجای دور ببخشید برعکس گفتم، رنجای نزدیک SMG بهتر میزنه، ولی خب رنجای دور ممکنه که اسات رایفل ببره. حالا این BP50 هم که داشت من کشیدم، حالا برای اتشمنتش رو بهتون میدم. البته اتشمنت رو فکرم فرق میکنه. اتشمنت BP50 خودم رو بهتون میدم. خود BP50 فکر کنم حدود 4 سیزن من از استفاده میکنم. نگاه خوبیه. بیا نمیاد یزید. نمیشه شقا یزیده با فرار. آره BP50 هم خیلی گان خوبی. نگاهی همین یوزیه میگم، SMG غیر استاندارد ببینم چه 3 شات. نگاه الان نگاه که کیل کمه 3 شات شدم انقدر فشار. ولی خود این SMG که فایرتش بیشتره رنج نزدیک میزنه. خلاصه که سعی کنین این دوئل های مثلا شیپمنت و اینا 1v1 و اینا خیلی توی مپ های دور و اینا نزنید گانه، بخاطر اینکه گانه گفتم که نزدیک زن. حالا از رنج دور هم باید نمیزنه، ولی خب اگه طرف هم گانش خوب باشه، مثلا مثل این گانش خوب باشه و خوش شانس باشه دیگه میزنه. خوش شانس شات میکنه همشه. اوکی UAV بگیرم او با گان خودم زدم. آدم سرس چجوری زد؟ که من حالا حرف نمیزنم که از گیم پلی لذت ببریم. مردم. Yes. اوکی. من هیچ وقت از رنجای دور با گان فایت نمیدم. خیلی کلا گان بدی که نیست، گان بدی تو رنج دوره و این داشتم که یوزی کشید و خوب استفاده می‌کنم. من الان یه شات زدم، این 3 شاتم کرد. فایت گان تقریبا 20 نگاه چیست. الان یه شات دیگه میخورد مرده بودم. آها اسوانمان نشه. بیا با میمون نه SMG نزدیک میزنه فایت رو رنج دور با من فایت میده. What? Short side کافیه. این هم که میبینیم با یوزی نمیتونم فایت بدم، خیلی گان عجیب غریبیه. من یه شات بخورم مردم. کجا؟ ایشو گرفته. این اشتباه که با اسات رایفل فایت نزدیک با من داد. با اسات نمیشه فایت نزدیک. UAV recon ready for deployment. Okay. UAV online. من باتون رو بلار کنم اصلا حال نمیکنم. بابا HP شیشون اونقدر سری پر شد. کویک فیکس داره.
هیت میگیره. وای که با ترین هیت میگیره آج. ست من ستون تو خود ستون بخون نکشین آقا. هارتبیت انصافا این یار کار اشتباه میکنه. هارتبیت تو دوئل نکشین، یعنی گاو نشید، یعنی کلا هارتبیت نکشین، تاکسیک نکشین تو دوئل، تربان نندازین. حالا کانتکت و تروفی و اینا اوکیه، ولی آخه واقعا هارتبیت آخه الان خیلی خوشم شده بودم. UAV recon is اوکی standing by. دوتا مونده. بیا UAV online. تمام دیگه شکل آخر جیز. ولی خب بچه الان اتشمنت رو بهتون میگم دیگه، میدم دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیرم و Nice work. ویدیوی دکان براترم فکر کنم بعد این ویدیو بگیرم. حالا بذار ببینم کجاست، اینجاست. اینا بچه این اتشمنت MX9 حالا منه. حالا اگر دوست داشتین میتونین تغییرش بدین، مثلا چه میدونم اگه اتشمنت بلدین بچینین میتونین تغییر بدین. حالا هر اتشمنتی که خواستین بچینیم غیر از این یادتون باشه که توی این خشابا لاج کالیبر اما حتما بندازیم، به خاطر اینکه دمیج MX9 رو میبره بالا و این لاج کالیبر اما اتفاقا HVKC هم داره، همیشه هم رو HVKC همینو میندازن خاطر اینکه خب سه شات میکنه. HVKC خودش هم گان خوبیه ولی خب با اون دیگه خیلی خفن میشه تو مولتی. برای بتل هم گان خوبیه ولی خب یه ذره اتشمنتش فرق داره. حالا این اتشمنت مولتیه، این MX9 برای مولتی. اوکی مرسی که تا آخر ویدیو نگاه کردین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه میبینمتون.